بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم خانم ها، آقایان محترم، مسلمانان معزز، هموطنان دوست داشتنی و هم نفسای عزیز و مهربان برنامه یاد خدا. الهی که خوب باشین، سلامت و تندرست باشین. یاد خدا توی لحظه لحظه زندگی من و شما انشالله جریان داشته باشه. همه امید و تلاش و آرزومون تو این برنامه همینه، هم برای خودمون، همه اهالی برنامه، هم شما انشالله. بحثمون در چند شب گذشته رو امروز میخوایم جمع بکنیم. عوامل رشد و تعالی و انحطاط جوامع بشری از نگاه آیات و روایات که متخصص و بلد راهمون هم همونطور که حتما خاطر شریف و مبارکتون هست، حجت الاسلام المسلمین جناب دکتر جهانگیری هستن که این آخرین برنامه است که در خدمتشون هستیم. با افتخار سلام عرض کردیم، خیلی خوش آمد. سلام و ادب خدمت جناب عالی، بینندگان عزیز. ما که خیلی توفیق داشتیم چند جلسه محضرتون باشیم. هم توفیقی بود که محضر قرآن باشیم و خدمت بینندگان عزیز و یاد بگیریم. شما هم که همراه خوبی بودید. محبت دارید، سلامت باشید. ما از دانش شما بهره مند شدیم، از اخلاق شما، منش شما و خدا حفظت. از بردیم این برنامه رو هم سراپا گوشیم تا بشنویم و استفاده بکنیم مثل 4 برنامه گذشته انشالله. یه کوچولوی 1 دقیقه‌ای هم آقای حسین زاده آماده دارن، بشنویم ببینیم. با اجازه شما بفرمایید. خواهش می‌کنم. بله، این یک چکیده جمع و جوری بود از برنامه جلسه قبلمون که آقای دکتر جهانگیری عزیز عامل ظلم و ستم رو به عنوان یکی از عوامل انحطاط جوامع بیان فرمودن و مثال ها و مصادیقی هم براش فرمودن طبق اسناد و آیات قرآن کریم. این آخرین عاملی که در واقع مطرح میشه تو این برنامه میشه 5 عامل که در مجموع به نظرم آقای جهانگیری میفرمایند و فرمودن. مستحضرید که ما وقتی میخواهیم از قواعد و قوانین الهی در قرآن نسبت به پایداری یا پایان یک تمدن و جامعه حرف بزنیم، توی این فرصت ما 5 تاش اشاره کردیم. البته قرآن به عوامل دیگه هم اشاره داره. یک وقت احساس نشه که ما به خاطر اینکه 5 تا عامله، به خاطر فرصتی که محبت فرمودید، ما در این برنامه 5 تا عامل را توفیق داشتیم از محضر قرآن یاد بگیریم و باز تأکید میکنیم که هر تمدنی این عوامل را در اون این عوامل سقوط را داشته باشد، اون تمدن شکست خواهد. محکوم به شکسته. محکوم به شکسته عبارت بسیار خوبی بود و قرآن هم به صورت یک قاعده کلی این را بیان میکنه، خیلی زیباست، و هم میره کدهای تاریخی برای هر کدوم داد. چه درباره جهل سعی میکنه کدهای تاریخی بده از اول تاریخ تا آخر تاریخ، چه درباره ظلم میخواهد بگوید که یادتون باشد من فقط یک گزاره کلی برای شما نمیگویم که خیال کنید حالا خدا گفته دیگه، نه، من نمونه های تاریخی هم برای شما میارم. بعد قرآن برای اینکه این قواعد یا به تعبیر حضرت علامه طباطبایی این سنن الهی رو بیان کنه، این سنت های تاریخی رو بیان کنه که پایدار بودند، فقط هم موردها رو اشاره نمیکنه. چون ممکنه کسی بگه بله علتی که درباره حضرت موسی گفت اون زمان بود جهل، الان جهل عامل نیست. قرآن تأکید داره به 2 گونه و به 2 شیوه این رو بیان کنه، هم به صورت یک گزاره کلی به تعبیر علم منطق یک قضیه حقیقی بیان کنه، بگه که هر جا این باشد این اتفاق خواهد افتاد، و هم برای اثبات این گزاره حقیقیه دنبال موردهای خارجی است. تأکید میکنم به 2 دلیل قرآن این کار انجام میده. اگر فقط موردها رو میگفت، یکی میگفت اینها گزاره های تاریخی هستند، در یک برش تاریخی اتفاق افتاده و الان به درد ما نمیخوره ما از او بهره ببریم، عمدن میاد گزاره کلیش هم میگه. اگر گزاره کلی رو هم میگفت، یکی میگفت تردید میکرد آقا این کی اتفاق افتاده، یه موردش اتفاق بیفته ما ببینیم. قرآن تأکید دارد که نمونه های تاریخی را هم بیارد تا اثبات کند و استدلال کند که دقیقاً این قاعده کلی در طول تاریخ هم اتفاق افتاده است و این هنر قرآن است که میخواهد القا کند و تبیین کند که این سنت های الهی چقدر مهم هستند. امروز اگه اذن بفرمایید یکی از این علل و در واقع
دال مرکزی سقوط یک تمدن را هم و یا یک جامعه را هم از منظر قرآن بررسی کنیم. قرآن می‌فرماید یادت هست تو هم چگونه بودی ای پیامبر؟ یادت هست تو هم فقیر بودی و من غنیت کردم؟ اساساً تو اگر غنی نبودی، غنی نمی شدی، تو نمی توانستی پیام پایدار و جامعه‌ای مستمر را داشته باشی. وجدک ضالا فهدا، تو را هدایت کرد و همچنین برای تو فقیر بودی، فاغنا، تو را غنی کرد. قرآن میگوید اگر تو حتی پیامبر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم باشی، در جان و جامعه تو فقر باشد، آن نمیتواند پایدار باشد. حالا ما فقر را معنا میکنیم، شاید یک از لایه‌های فقر اقتصادی است. بله. که البته پرنمودترینش این هست. اما قرآن میگه اگر تو غنی نمیشدی، قرآن خیلی جالبه، میخواهد بگوید تو که حالا داری پیامبر، این آیات اولیه جز سور مکی قرآن هم هست، میگه تو که حالا داری آغاز یک اتفاق بزرگ تاریخی هستی، تو که میخواهی تمدنی را بیافرینی، این آغاز پایان نداشته باشد و پایدار باشد، یادت باشد تو باید فقیر نباشی، فاغنا، تو باید غنی باشی. فقر ما در نگاه قرآنی فقر مایه شکست یک تمدن است. جامعه‌ای که فقیر باشد او نمیتواند کنش جدی داشته باشد. و عجیب است در قرآن در سوره آل عمران آیه 112 اجازه بفرمایید من بخش از این آیه رو خدمت حضرت علی بخونم. و با او به غضب من الله، آنها با غضب خدا گرفتار شدند، به غضب خدا گرفتار شدند. و چی شد؟ و ضربت علیهم المسکنتو، فقر و مسکین که ما میگیم مسکنه مسکین، فقر و گدایی و دست درازی به دیگران، در بین اینها فریاد اتفاق افتاد. بعد ادامه آیه که قرآن اشاره میکنه که اینها چه کارها کردند. قرآن میگه اگر دیدی این سیگنال در جامعه رو، این نشانه در جامعه رو که در آنجا مسکنت بیداد میکنه، فقر بیداد میکنه، مراقب باشید. آن جامعه ممکن است، ممکن که نه، این جامعه طبق سنت الهی به سوی پایان خواهد رفت. به خاطر همین قرآن تأکید داره بیایید با این اپیدمی خطرناک برخورد کنید و قرآن برای این راهکار میده در جامعه. میگه بسم الله الرحمن الرحیم فی اموالهم حق معلوم، در اموال شماها یک حقی، هدیه نیست. یه وقت احساس نکنید که به فقرا کمک میکنید شما منت بذارید سرشون. در آیات دیگه قرآن داریم که قرآن حسابی خداوند خشم میکنه، میگه چرا منت میذارید؟ ولا تمنوا، منت نذارید، ولا تبطلوا صدقات، ولا تبطلوا الصدقات، این هدایا و صدقاتی که میدید باطلش نکنید با منت، با اذیت کردن که حالا تو فقیری تو، نه. در نگاه قرآن میگه و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، برای انسانهای فقیر و مسکین و سائل و محروم، اینها حقی در اموال شما دارند. ببینید اگر نیازمندان تأمین نشود و به مثابه اینکه ثروتمندان یک جامعه حق آنها را نپردازند، این حالا میرسه به یک جامعه، شما میبینید در داستانهای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ما داریم که طرف میومد میگفت من هیچ پولی ندارم، میگفت علم که داری، قرآن بلدی یاد بدی، قرآنت یاد بده. فرهنگ اسلامی به ما یاد میده شما از هر داشتت
حق نداری مونوپولایز کنی، فقط انحصاری بکنی، به خودت بگی مال خودمه، هیچ کس حق ندارد. قرآن میگه آنچه که تو به دست آوردی با دستان خودت به دست نیاوردی فقط، بلکه این درستی بود که خداوند به تو انتقال داده. خداوند میتونست تو را هم معلول خلق کنه. در عبارات اول دعای عرفه امام حسین علیه السلام ما داریم که امام حسین وقتی خدا را حمد میکنه خیلی جالبه، میگه خدایا میتونستی تو منو این گونه نیافرینی، ممنونتم که منو این گونه آفریدی، رگهای بدنم و دماغم و گوشم و. امام میگه تو میتونستی منو این گونه نیافرینی. واقعا خدا میتونست ما را یک معلول بیافرینه، خداوند میتونست ما را یک اوتیسمی بیافرینه، خداوند میتونست ما را در یک سرزمین دیگه بیافرینه که شاید ما امروز به این باور و اعتقادی که داریم نمیتونستیم برسیم و بهره ببریم. امام حسین اینا رو شکر میکنه. وقتی که این گونه هست، شما و در یک جلسه هم توفیق داشتیم خدمتتون گفتیم که کفر یکی از عوامل سقوط یک تمدنه. کفر یعنی چی؟ یعنی ناسپاسی. کفر یعنی چی؟ تو اونجا معنا کردیم، یعنی اینکه شما نعمت را در جای خودش استفاده نکنی. قرآن میگه اگر در جامعه دارنده ها، دارنده ثروت، دارنده دانش، دارنده مهارت، اینها حق ندارها را ندهند، خودشون ندهند، اون جامعه سقوط خواهد کرد. من یادم افتادم که رفتن پیش امام صادق، گفتن ما از شیعیان شما هستیم، بعد فرمودن اونجایی که زندگی میکنید چند تا عامل رو فرمودن، گفتن ثروتمندان شما. من نشانه های شما را، نشانه شیعه در وجود شما نمیبینم. شما شیعه اید، نشانه های شیعه چند تا اینه، بگوید ببینم اینا رو دارید یا نه. و وقتی که امام میپرسه میگه ببینم فقرا در بین شما اوضاعشون چگونه است. ببینید امام از فقرا حال فقرا رو نمیپرسه، امام از ثروتمندان حال فقرا رو میپرسه. امام اگر بود از دانشمندان حال بیسوادان را میپرسید. ما در یه برنامه توفیق داشتیم، باز خدمتتون گفتیم جهل و نادانی یکی از عوامله. شما اگر نتونید دانایان سهم خودشون از دانایی رو به دیگران به اشتراک بگذارند، قطعا اون جامعه سقوط خواهد کرد. این که ما تأکید داریم. شما اینجا خیلی جالبه، بحث باز میشه، من میخوام ببندم. شما وقتی اینا رو نگاه میکنید، دیگه توفیق داریم آخرین برنامه هست، خدمت حضرت علی هستیم. شما وقتی اسلام رو میبینی به مثابه یک سیستم همه چیز رو دیده. یعنی اگر فقر رو به مثابه یک دال سقوط یک تمدن میبینه، راهکارش هم میگه. و جالبه نهیب و فریادش رو نه بر سر فقیران بیچاره، نه بر سر جهال بیچاره، بلکه بر سر دانایان و دارایان میزنه. میگه شما باید حق اونها رو بدهید. شما میبینید که مثلا ما داریم که زکات بدهید، حتی ما داریم زکات علمتان رو هم بدهید. اگر این به قول امروزها این بالانس توزیع و نیاز اتفاق بیفته، ما ببینیم یک تمدن میتواند روی ماندگاری خودش فکر کند. همین انجام بشه، همین خمس و زکات و یا توصیه به انفاق و احسان و مواسات و اینا انجام بشه که تو برنامه قبل اشاره کردیم که ما توی این چند روز سبک زندگی فوق‌العاده 40 میبینیم. اینا اگه استمرار پیدا بکنه خیلی میتونه عامل رشد باشه. پس قرآن فقط از سنت ها نمیگه. قرآن اتفاقا مدل های خیلی جزئی که یک تمدن تو باطلاق سقوط گرفتار نشه میاد، مثال ها و راهکارهای جهیدن و رهیدن از این باطلاق رو هم قرآن معرفی میکنه. میگه اینها رو انجام بدید شما نجات پیدا میکنید. کاملا به مثابه یک سیستم فکری و عملی و برنامه‌ای داره برای بشر پیشنهاد میکنه. یه چیزی به ذهن من رسیده، حالا چون شما فرمودید آخرین برنامه است، هی میخوام نگم ولی مطرح میکنم چند جمله امروز صلاح نیست صحبت بکنید. به نظرم یه نکته که خیلی ارتباط تنگاتنگی با فقر داره، یعنی شاید بشه گفت اصلا فقر محصول او هست یا حداقل یکی از عوامل تولید فقر تو جامعه میتونه این باشه، اونم بی‌عدالتیه که اصلا خودش میتونه عاملی باشه برای سد مسیر پیشرفت و تعالی جوامع. اگه صلاح دونستین راجع به اینم یه کمی ارتباطش صحبت بفرمایید بعد از فاصله که میگیریم. بسم الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یه حدوداً 10 دقیقه پایانیه که ما محضر آقای دکتر هستیم. یه نکته هم عرض کردم به ذهنم اومد، ببینیم نظر آقای دکتر چی هست.
عدالت. شما دل ما رو خوندید آقا. ما می‌خواستیم در این بخش چیزی بگیم که دقیقاً با این سال آخری بحث رو پیوند زدید به همون نکته‌ای که من می‌خواستم خدمتتون عرض کنم. اینم از صفای وجود شماست. محبت دارید، از شما الهام می‌گیرید. بله. فقر یک عامل دیگری دارد به نام بی‌عدالتی. آره. که ما در بخش ظلم گفتگو کردیم و گفتیم که ظلم یکی از عوامل سقوط است و چقدر آیات رو آوردیم و در اونجا بحث کردیم. گفتیم که امیدوارم بینندگان عزیز دسترسی داشته باشن بخش قبلی برنامه رو هم ببینند که ما گفتیم که ظلم قرآن تاکید دارد یکی از عوامل سقوط است. و لذا در تمدنی که میماند، تمدنی که همه پیامبران تلاش کردند برای آن تمدن، نبی بعد نبی، صالح بعد صالح، همه تلاش کردند، پله ها را چیدند تا یک تمدن پایا و پویا اتفاق بیفتد و آن تمدن دال مرکزیش عدالته. فریاد اون تمدن عدالته، فریاد اون جامعه‌ای که همه انسان ها از آدم تا خاتم برای تصویرسازی اون جامعه تلاش کردند، هر کدام سعی کردند برشی از اون جامعه رو در یک کلکسیونی نمایش بدن برای بشر، بگند که انسان زیست ایمانی و زیست جامعه پایدار اینگونه خواهد بود، وگرنه هر کدام ناپایدار خواهد بود. آن حکومتی است که تمام فریادش عدالت است. او میآید بگوید که عدالت نباشد نمیتوان یک تمدن پایدار را سراغ گرفت. و عجیب اینجاست که امروز بحث ما فقر بود به عنوان یکی از عوامل سقوط تمدن ها. و البته باز من میگم فقر میگیم به معنای فقر اقتصادی فقط نیست. امروز شما میبینید که کشورهایی هستند که سرمایه زیادی دارند. من خودم چون آفریقا بودم مدتها عرض میکنم، شما تو آفریقا میبینید کشورهایی هستند که مهد طلا هستند و معدن فلزات گران قیمت، اما بهره ای از اینها ندارند. فقر به معنای نداشتن توانمندی و سرمایه نیست. گاه ما با فقری مواجهیم امروز که قدرت ها می آیند سرمایه ها را می گیرند و اینها را فقیر نگه می دارند تا اینها رشد نکنند. قرآن با این پدیده ها مخالفه. قرآن میگه اگر شما توانمندی دارید، قدرت پالایش معادن نفت و معادن گران قیمت آفریقا را دارید، چرا اینها را توانمند نمی کنید که تا آنها بهره مند بشن و اینها را همیشه مصرف کننده می کنید؟ ما امروزه فقر ورژن های مختلفی از استعمار و استثمار را به خودش گرفته که اجازه نمیده یک جامعه رشد بکنه و اینها را همیشه مصرف کننده نگه میداره و نمیذاره توانمندی های خودشون بروز بکنه. اینها ورژن ها و در واقع نسخه های جدیدی از فقر است که ما میبینیم. نتیجتا آنچه در یک تمدن پایدار اتفاق میفته، در واقع قسمت آخر هست، پیوند بزنیم به آخرین تمدن ماندگار بشر که آرزو و آمال همه انسان ها بود، دوران ظهور حضرت آقا ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. ما میبینیم در دوران تمدن او ببینید چه اتفاقی میفته. فقط اینها برشایی است که در روایات اومده به ما یاد دادند. میگه در زمان او دروغگو حذف نمی شود، دروغ حذف می شود. یذهب الکذب، دروغ حذف می شود. اساساً امکان دروغ گفتن باقی نمی ماند. چرا افراد دروغ می گویند؟ دلایل مختلف روان شناختی و جامعه شناختی سبب می شود شما به دروغ رو بیاورید. در زمان او امکان دروغ نیست. در زمان او کلب یعنی سختی، یعنی فقر، یعنی ناداری، یعنی نداشتنها. میگه اینها هم در دوران حکومت مهدوی و جامعه مهدوی رخت برخواهد بست. شما فقری نخواهید دید. چرا فقری نمیبینیم؟ این تصویر رو میگه. ما در روایت دیگه عاملش رو میبینیم. میگه به خاطر اینکه پولدارها حقن، در بحث قسمت قبلی ما بحث کردیم که میگه اینها فقرا و مسکین حق دارند، اینها نباید نیاز داشته باشن، شما باید حقشو بدید. مگه حقو نباید داد؟ در دنیای امروز میگن حقو باید بگیرید، در نگاه قرآنی باید حقو داد.
قرآن میگه شما اگر حق اینها را بدید هرگز فقیری نخواهد ماند. ما در جامعه مهدوی تصویرسازی که اهل بیت داشتن از اون جامعه این است که آنقدر دارنده به نیازمند و ندار میدهد، او میگه من دیگه لازم ندارم و او اصرار دارد که تو باید برداری. ببینید مثلا تقریبا مثل تو 40 ما میدیدیم یه چیزی نمونه در شعاع کوچیک شما در 40 میبینیم. این جامعه ایمانی است. این جامعه ایمانی چرا 40 10 میلیونش میشه 16 میلیون، 16 میلیونش میشه 20 میلیون، 20 میلیونش میشه 30 میلیون، همینجوری رشد میکنه. این نوع جامعه، این نوع تمدن، این نوع نگاه، این شکوفا خواهد شد، دلها رو جذب میکنه. و جالبه این منحصر هم به یک قشر و قوم و صنف خاصی نیست. شما هر جا باشد افراد میآیند. در نگاه قرآنی این نوع تمدن اگر حق ضعیف داده بشه، حق ندار داده بشه، حقش داده بشه، نه به خوانش غربی امروز گرفته بشه، این جامعه میماند، این تمدن میماند. به خاطر همینه همه تمدن ها آمدند، همه جوامع آمدند و رفتند. قرآن داره کالبد شکافی میکنه، تشریح میکنه، میگه چرا اینا رفتند. هر کدومشون یه جاشون میلغزید، یه پاشون سالم نبود تا او بتواند استوار بماند. تمدنی میتواند بماند که اون شاخصها را داشته باشه. حالا ما بیاییم امروز اگر میخواهیم تمدنها و ایسمهای جهانی را بررسی کنیم، ببینیم کدومها در چه وضعیتی هستند. قرآن شاخصها را به ما داده. شاخصها را بذاریم کنار هم، ببینیم در کجا بوی ایمان میدهد، در کجا بوی دانایی میدهد، در کجا بوی احسان و بخشش و توانمندسازی فقرا و ندارها میدهد. آن تمدن میماند. هر جا نباشد آن تمدن در پایه‌ایش باید تردید کرد. خیلی جالب بود برای من، اشاره به امام زمان کردید و چقدر به جا بود. این 5 عامل رو داشتم اینجوری تو ذهنم مرور می‌کردم، همش موجوده. آره، اصلا امام زمان میان که با اینا مبارزه کنن. یعنی همین امام زمان که وقتی میان با ظلم مبارزه میکنن، اولیش که فرمودید بسنده کردن در گذشته، میگن دین جدید آورده امام زمان. خیلی جالبه. آفرین. نکته دوم که فرمودین بحث جهل بود که ایشون میاد مبارزه میکنن با جهل، عقل‌ها شکوفا میشه. بله، بشر شکوفایی عقلی پیدا میکنه. یعنی میگن مکاتب دیگه هر چی داشتن رو کردن و دیگه به انتها که رسیدن امام زمان میاد. این نکته دوم. نکته سوم که فرمودین بحث کفر بود که میان بالاخره با کافران و اینها و صدای ایمان رو بلند میکنن. صدای ایمان صدای امام حسین است که اساسا با صدای ایمان میاد. نکته چهارم که فرمودید ظلم بود، داریم مرور هم میکنیم در واقع. آفرین. و ایشون میگن تو روایت داریم که دنیا وقتی از ظلم و جور پر میشه، ایشون میان با ظلم و ظالمین مبارزه میکنن و عدالت رو حکم فرما میکنن. و نکته آخر هم که فقر و ریشه فقر رو از بین میبرن که تبیین فرمودید که پیوند عجیبی داره با اون چیزی که و جالب اینجاست. حالا حضرت این نکته رو گفتید، خب به هر حال خیلی تصویر خوبی و هم نتیجه گیری خوبی از فضا داشتید. ما میبینیم در زمان امام زمان علیه السلام داریم که زمین همه سرمایه های خودش را رو میکند. آره گنج‌های خودش رو هویدا، همه گنج‌های خودش رو می‌کند. باران دریغ نمی‌کند از آمدن. ببینید ما وقتی میگیم که یک تمدنی میماند، یک تمدن به معنی فقط انسانیش نیست. اینجا باید اکوسیستم اون تمدن هم باید همسو با او بنوازد، هارمونیک با هم بنوازد. شما وقتی محیط زیست یک جامعه نابود بشه، سرمایه‌های زیرزمینی یک جامعه نابود بشه، او نمی‌تواند به یک تمدن پایدار برسد. پس تمدنی میتواند پایدار باشد که همه اینها را، همه این شاخص‌ها و معیارها را ببیند و اون تمدن که رو به ظهور میرود اون میماند. انشاءالله که باشیم درکش بکنیم. خیلی ممنونم آقای دکتر جهانگیری عزیز، این 5 برنامه من خیلی خوش گذشت. من هم خیلی اگه اذیتتون کردم ببخشید.